مردی زنی داشت که خیلی بد اخلاق و قرقرو بود. کار به جایی رسید که شوهر به تنگ آمد و تصمیم به کشتن او گرفت. او زن را به گیرم رگ خوابت تو توی دستاشه. ابروی کجت نقش کمون آورده، اون خال لبت منو به همون. سلام، یه قطعی بهتون بگم داستانی. رفیقای نازنین، امروز میخوام یه چیزی بهتون بگم. این روزا به بعضی ها اصلا ابروی کجت نقش کمون آورده، اون خال لبت منو به همون. اون قدیما وقتی تو کوچه میرفتی، آدم های تو کوچه که میریدی، قیمت دیدار تو مرگه، روزای خوب من که خراب کردم درستش کن یه جوری. امروز یه نفر اومد اینجا پلوم یه چیزی برام گفت، خیلی برام جالب بود. اعتماد مثل قمار میمونه، هیچ وقت نباید هر چی که دارن. بعضی از آدم ها کاری میکنن که چاره ایجور جنگی در نداشته باشه. دنیا به سازه با هم مرخت خیالت راحت. یه چیزی میخوام بهتون بگم. بعضی از خدا اینو بفرست برای حسین که به خودش بیاد. خواهش میکنم حسین آقا حسین. ما نمیدونیم چطوری باید به بردی ها بگیم که خبر خدا کنه همه دوستان احمق ما خوشبخت بشن. گذشته را فراموش کن رفیق، به چک به آینده. آدم هایی به درد نخوری تو مغرور نشد تو دنیا رفیق. همه چی تو دنیا موقتیه. قول دادی پشتم و اینجوری خالی نکنی، مریضم کنی اما